نمایشگاهی که اینجا ترتیب داده شده، همونطور که اشاره کردم تو کارا، دیروز هم گفتگوی چند ساعته داشتیم با آقای امجد در مورد بحث فضا بود، یعنی ارتباط انسان با فضا، و یک جمله به نظرم کلیدی داشت آقای امجد که میگفتن که خیلی از شرایط انسانی اگر قرار به تصویر در بیاد، فضا یک امکان مهم و کلیدیه. یعنی اگر هنرمند بتونه فضا رو ترسیم بکنه، خیلی از شرایط انسانی رو میتونه ترسیم بکنه و روایت کنه. من اول که کارا رو دیده بودم یک نگاه، نمیخوام بگم منفی و تاریک، ولی یک نگاه غمگین داشتم نسبت به فضا، یعنی یک روایت غمگین داشتم از سرنوشت خانه ایرانی، چون به نظرم خیلی ایرانی این کارا، و در مورد این میشه یک نگاه کالبدی رو پررنگ دید. یعنی اینکه بالاخره این خانه هایی که ما داریم که متأثر از یک شکلی از شهر و معماری هست، این تأثیر رو ذهن هنرمندی گذاشته که به شدت هم فضا براش مهمه. حالا صحبت خواهیم کرد، ولی تو این 2-3 روزه گفتگوهای بیشتری که باشون داشتم اشاره کردم اونجا این مفهوم شعف خیلی پررنگ شد برام در مورد ذهنشون، که خانه رو همچنان یک محلی برای واقع شدن، ریشه انداختن در جهان پیدا میکنن، حتی با اون مفاهیمی که وجود داره. یه سوالی که داشتم در مورد این بود که بالاخره آیا خانه ایرانی و شهر ایرانی با مختصات فعلیش چه تأثیری روی هنرمند داره، هنرمند ایرانی داره؟ آیا مثلا یه شهری مثل، یا یک معماری مثل یک شهر پاریس، معماری مثل یک معماری های مشخص و هویتمندی که مثلا توی شهر مثل پاریس هست و تأثیری که اون معماری و اون شهر روی فاهمه و تخیل هنرمندش میذاره، آیا در شهر ایرانی وجود داره یا نه؟ اینو از شما میپرسم آقای سپهری که میدونم چقدر شما پررنگ هستین و مهم هستین در حفظ این چیزی که ما اسمش رو میذاریم شهر ایرانی. یعنی احترامی که من به شما میذارم سر این مسئله است و خیلی مسئله دیگه، ولی خیلی پررنگ. یعنی زحماتی که شما کشیدین دهه 60، دهه 70، دهه 80 در حفظ این طعم‌ها و اینکه بالاخره این فضای شهری که چیزی که باقی مونده. من یه بحثی داشتم با یه جمله رو میگم تمام میکنم، دوستان بیشتر شما صحبت. گفتم ارتباطتون با تبریز چه جوریه؟ گفتم من خیلی مهمه. تبریز برای من خیلی مهمه. من همه کابوسان رو در بافت تبریز میبینم. خب چرا نمیگه رویا که میگه کابوس؟ دوست دارم اینا رو صحبت کنیم. حالا چقدر پررنگ این مفهومه؟ حالا من از تبریز مثال بزنم. نمیدونم چقدر شما اوسرضا بنام رو بشناسی. اوسرضا بنام رحمت الله علیه معمار تبریزی بود. بسیار بسیارم با لهجه صحبت میکرد، یعنی اورژینال تبریز بود. پیرمرد. گنبد فعلی مسجد کبود کار اوسرضا بنام، یعنی اندازه کاراش هم اینجوری بود. گنبد دانشگاه صنعتی تهران اوسرضا بنام. مرحوم شیرازی رحمت الله علیه که هرچند فامیلش آیت الله زاده شیرازی بود ولی قسمت اعظم زندگیش در اصفهان کرده بود، ایشون خودش نقل کرد، یعنی به واسطه نیست که میگن شیرازی از اوسرضا گفته، نه، بودیم که شیرازی گفت، لطف ببردش. حالا میگفت آره اوسرضا رو گرفتم و گفتم عملیش بیارم این گنبد داره چجوری اینقدر بی‌نقص میزنه. شورساتی دایر کردیم و سیگار و دوغ و چلو کباب و این حرفا، و تا اینکه بالاخره از اوسرضا پرسیدم که اوستا چجوری، و با همون لهجه طوری گفت خیال راحت نمیدونم. بالا دار بس که میرم گنبد میزن. حالا تو پایین هی از من بپرس چجوری، چه میدونم. و این میشه حال هنرمند. یعنی هنرمند به زعم من اگر منطق بردار باشه بازم طوری نیست، اما در لحظه ای که منطق برداره ازش اثر هنری صادر نمیشه، شکل نمیگیره، زمانی شکل میگیره. برای همین هم اصلا هنر یه وادی دیگری است.
زمانی شکل میگیره که دیگه از خودش بی خود میشه. حالا میتونه شاعر باشه، میتونه نقاش باشه، میتونه موسیقیدان باشه و مثلا واقعا از یه خانم نقاش، اونم تبریزی بود، پرسیدم که این کار رو تو چجوری سر هم میکنی؟ لغت سر هم لغت بدی نیست به زن منو، کمپوزیسیون میکنم. خب اینو میبینم، اینجوری میبینم. اما به زعم باز این حقیر، انسان به غیر از رئال نمیتونه تصور بکنه. هر تصوری هم که بکنه که سور رئال باشه ترکیبی است از رئال. برای اینکه ما اصلا مخیله انسانیمون غیر رئال نمیبینه. شما یه قوس اینجوری میکشی، یه قوس اینجوری میکشی، یه خانه میذاری وسطش، هم قوس اینجوری معنی داره، هم قوس رئاله. ترکیبش ممکنه رئال نباشه ها، ولی رئاله. گوزنه در گردنش دراز، ریشه داره تو زمین، هم ریشه رئاله، هم گردن رئاله، هم گوز رئاله. اون که زیر این طاقیه اینجوری دراز کشیده، دود کشه، دود زرد میده، همش رئاله. از دودکش غیر دود بیرون نمیاد. دنیای صوفی رو خوندی؟ شما خوندی؟ آره. صوفیه به اون استاده بهش میگه که اگه از تو کلا خرگوش در نیاد اشکال داره. از تو کلا باید خرگوش در شعبده بازه که خرگوش در میاره. قلق شما نمیدونیم، ولی کلا رئاله، خرگوش هم رئاله. از تو کلا در آوردنش حالا یه کار شعبده بازی فلان میشه. همه چیز نمیتونیم، بزلا اقل نمیتونیم غیر رئال فکر کنیم. عناصر رئال، ترکیب، سور. و حتما دوتا هنر. اینو تو فیلمی چیز دیدم، تو فیلم بود که کیک داگلاس بازی میکرد در نقش ون گوگ و آنتونی کوین در نقش گوگن. رنج و سرمستی بود اسمش؟ نه، رنج و سرمستی که نه، اون مال میکلانج بود. آره. نه، اون فیلمه که کیک داگلاس بود و گوگن. آنتونی کیک داگلاس در یه احوال عجیب غریبی بود که خب حتما یه احوال عجیب غریبی است که گوششو میبره. بکنم رنج و سرمستی بود. ها؟ رنج و سرمستی. میگم همچین چیزی میگم. حالا و گوگن کلافه از این که این رفیقه چرا اینقدر پریشونه. گوگن خیلی پریشون نبود تو اون فیلم ها. حالا احوالات چه نمیدونم. و بعد میگفت دوتا سپاهی‌ها رو بلند کرد، گذاشت یه جا کاشت و بوما رو گذاشت روش، گفت که ونسان دوتایمون پهلو هم وای میسیم، یه چیزی رو میکشیم ولی دو جور میکشیم. برای اینکه دو جور میبینیم و این درست. یعنی همینجاست که آخر پیش میاد. این خوبه. این خوبه. ارتباط بین کار معماری و کار هنری، اگر به اون تعریف که دیروز ارائه دادیم، در ارتباط بین هنرمند و فضا. ارزم به حضور که ارتباط این دو و تلفیقش و نمایونده شدنش در اصل یک پروسه انتزاعی برای من. یعنی محتوایی که در اصل تولید میشه بعد اون موارد ابژکتیو رئالی که شما فرمودید در واقع یک سیر انتزاعی به خودش میگیره که اون مؤلفه‌های مشترکی که شاید بین پرداخت فضا به لحاظ بصری باشه، پرداخت فضایی که در حالت سه‌بعدی معماری اتفاق میفته، تو یک شاهراه نیستن، تو شاهراه‌های جدایی که به عقیده من در یک جا به هم میرسن و خب اون یک جا نمیشه گفت که کجا و به چه شکل و به چه نحو میتونن به هم برسن، ولی یک چیز واحد و درخشانی رو از درک فضا به عقیده من برای مخاطب برنامه. وقتی ما
یک فضا قرار میگیریم، فضایی که مصنوعه و ساخت ذهنیت یک معماره. در اصل اگه کار اون معمار درست انجام شده باشه توسط خودش و ذهنش، ما میتونیم که به شدت متأثر بشیم و اون فضای معماری بتونه ما رو ببره به یک تاریخ دیگری، به یک مکان دیگری، به یک خاطره دیگری و حتی به یک بو و به یک حس بسیار قوی که شاید اون لحظه اشکمون هم در بیاره. ولی خب به این نحو من میتونم اینجوری توضیح بدم. نمیدونم که تونستم جواب سوالتون رو نسبی هم بزنم. بدش من متشکرم. دست در نکنه. من سه سوال دیگه در مورد این اهمیت فضا برای انسان. آخه فضا ببین به خانه در نهایت. خب اما فضا یعنی چی؟ آیا تعریفی که از فضا تو در ذهنت داری، تقسیم بندی که در ذهنت داری با تقسیم بندی من دو حسین آقای انجلدری یکیه؟ فضا رو بخوایم تعریف کنیم یا تعریف کنیم؟ هم نزدیک کنیم. تعریف هر کدوم یه تعریفی داره. یه شاعر هم به اسم شیخ اسدالله قمشی، مدرسی مدرسه 4 باغ بوده، 81 سال عمر کرده، ازدواجم نکرده. متشکرم عزیز. ازدواجم نکرده، دنیا رفته. 20-25 تا غزل داره. و دیوانه هم تخلص میکنه. نه بهتره نخورم. بولم یعنی دوست دلم میخواد بخورم اما هرچی نخورم بهتره. دیوانه هم تخلص میکنه. یه غزلش آخرش میگه فضای هستی و فضای هستی و دیوانه و سپاه جنون، چگونه خیمه در این جایگاه تنگ زمین. یعنی دیگه فضای هستیش هم براش جایگاهی تنگ میاد و این ویژگی انسانه. حالا دیوانه جنون، ولی ویژگی انسانه که میگه کوچیکه برای من. حالا واقعا فضا چیه؟ فضا آیا یک محدوده است محصور بین دیوارهایی که هم میتونه اتاق باشه، سرویس باشه، نمیدونم. بعد اون وقت یه نکته میزنه، تنبش میزنه، اینجاست که سخت میکنه به زعم من ماجرا رو. این که حالا تو معماری دلوازی پیش میاد، یعنی اصلا نمیگه ابعاد اتاق چقدر، میگه اتاق دلوازه، تالاره دلوازه، ولی مشخصه نمیده. مولوی میگه اینا رو فقط بدونین من من مثل اینایی هم که رو سیدیشون حفظ نوشته شده حفظ کرده رو سیدی که تاست یه آهنگی مزخرف بذاری هرچی محفوظات میره اون آهنگ مزخرفه میمونه چیز رو نوار ضبط صوت. میگه گفت معشوقی به عاشق کی فتا بس در این عالم بدیدی شهرها، گو کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبرش. هر کجا باشد شه ما را بساط، شهر هر کجا باشد شه ما را بساط، هست جنت گر بود سم الخیاط. سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن، خیاط هم از همین. سم الخیاط یعنی سوراخ. هر کجا که یوسفی باشد شما، جنت از هرچه که باشد قعر چاه. پس این جوابه نمیدونم چیه خانوار و بعد خانوار و تعداد نمیدونم چی واحد مسکن، این یه جریان دیگری است که ما داریم رو سعی میکنیم
راجبش حرف بزنیم. ممنون. شاید یکی تو پاریس با همین ترتیب راه بره خوشش بیاد، یکی تو اصفهان راه بره خوشش بیاد، ولی حتما اگر یکی شعر حافظ رو نتونه بخونه، از شعر حافظ معلوم بشنویدش مثل خوندن بمونه ها، یعنی گوشش هم با این سیم گوشش با سیم غزل کوکه، میفهمه. موسیقی هم همینطوره. یه وقت سر کلاس دوم دانشکده بودیم، دکتر میرفندرسکی تجزیه تحلیل هنری میگفت، خدا رحمتش کنه، راجب شوستاکوویچ حرف زد. بله ما حالا یخت باخ میشناختیم، یخت نمیدونم موزارت میشناختیم، یخت بتهوون میشناختیم، نه یخت میشناختیم، موسیقی که نمیدونم. شوستاکوویچ استاد میگه شوستاکوویچ. رفتیم گشتیم و خلاصه CD کاست شوستاکوویچ پیدا کردیم. آقا هر چی شنیدیم نفهم، هیچ حسی نسبت به موسیقی، ولی اون گیر منه نه گیر شوستاکوویچ. من سیم گوشم، سیم روحم کوک نیست با شوستاکوویچ، وگرنه شوستاکوویچه. پس اگر که ما سیممون کوک شه با آنچه که در شهر میبینیم، پس پاریس هم برامون شهر، اصفهان هم شهر، نائین هم شهر، برای اینکه سیممون کوکه. در یک گفتگویی بودیم، خود دکتر میرفندرسکی هم بود، خانومش هم بود، انشالله صادق میشه. یه دوست دیگرمون بود، میگفت دکتر میرفندرسکی رفیق خودش رفیقش از فلورانس آورده بود، برده بود کاشان، در ذکر مناقب کاشان و شهر کاشان و زیبایی‌های کاشان اینا میگفت اون شخصی که کاشی بوده نشسته بود اخیر از ونیز اومده بود. میگفت این استاد چی میگه، کاشون خرابه که این آب نداره. چی؟ من ونیز بودم، چی بود؟ یعنی اینه که باید خودمون و روحمون و الفبای روحیمون تنظیم شه با درکمون در این لایه از فضا، از هنر، از ادبیات. گفتن که به مجنون پرسیدن آخه اینم شد معشوقه که عاشق لیلی هستی، لیلی که نه شکل شمال داره نه لطافتی پوست داره، سیاه چردم هست، چی تو دل بسته این شدی؟ گفت اگه اونچه که من در لیلی میبینم و شما میدیدی، شما دل بسته میشه. مثل اینجوریه. تو مون ببینی ها؟ تو مون ببینی یا پیچشه مون. آره یعنی یه چیزی من در مورد فضا بگم، همه میدونیم دیگه، خلاصه میگن عقل و فلسفه تا اونجا پیش میره که زبان پیش میره. یعنی هر جا ما بتونیم فراهم کنیم اون میره. من فکر میکنم لغت فضا اصلا لغت درستی برای اون چیزی که ما الان از تعریفی فضا داریم نیست. یعنی زبان نمیتونه اصلا اونا بیانش کنه. پس بنابراین اصلا فقط یه چیزی تو ذهن ما هست که میگیم درک فضا. یعنی مثلا آقای امجد خونه رو یه فضای تلقی میکنه که من اینجا یه سوال دارم که ندیدم خونه ها رو حس تبریز داشته باشه، چون که آقای دکتر فرمودن که شما به تبریز علاقه‌مندی. نه میدونم، نه یعنی منظورم که تبریز رو تو اثرتون میخوایم ببینیم. من حقیقتش شاید همونه که من کوک نیستم اینم بگم، شاید من کوک نیستم، یا مثلا شما به ما کمک کنید کجا هاش مثلا در واقع اون حس رو به من میده که مثلا آقا من منظورم خونه تبریزا، چون ما تو معماری خونه تبریزا، خونه اصفهان، خونه نائین و خونه مثلا در واقع جنوب بوشهر برامون خیلی فرق داره، حداقل کالبدش. حالا ممکنه تو فضا همش مثلا در واقع ما تو حیات تو خونه یزد بشینیم، با حیات تو خونه کاشون بشینیم، تهش بالاخره یه حس فضایی بهمون بده، ولی کالبدش برامون فرق داره. میزنه مثلا در واقع اون کالبده به خونه تبریز یا نه؟
نه نمیزنم، چون که خب میشه گفت عوامل جدیدی که الان توی معماری های خونه ها و یا ساختمون های اخیری که تو تبریز ساخته میشه خب در اصل یک روند بی‌هویتی رو با خودش داره، یک بی‌منی رو با خودش داره، یک بی انسانی و بی عاطفگی رو بقیده من خودش داره. ولی خب قضیه بنده فقط درک خونه هایی که تو ایران و یا تبریز ساخته میشه نیست. خانه به عنوان یک پناهگاهی که شما پاتون اونجا محکمه و این پناهگاه میشه هر جای دنیا باشه. شما فرض بفرمایید که میرید استانبول یا میرید توکیو یا هر جای دیگری، اینقدر اون شهر و شعور جاری در اون شهر به دل شما میشینه که به عقیده من اون لحظه، همون لحظه، اون عنصر در برگیرنده‌ای که ما حالا فضا بهش اطلاق میکنیم، روح شما با روح اون محل یکسان میشه و شعور شما با شعور اونجا یکسان میشه و شما اونجا رو خونه خودتون میدونید. قضیه من ایران و تبریز نیست، چه بسا در شهر خودم که میشه گفت مادر خودمه زیاد هم راحت نیستم، یه جورایی هم باهاش راحتم، شاید به علت اینکه یه جوری توی این مدت عادت کردم بهش، به دیواراش، به دیوونگی هواش، به خورد و خوراکش، به صداهای مادر بزرگا، به کنج‌ها، به کوچه ها. یه جورایی شاید نشأت گرفته از عادت باشه، اون دلبستگی خاصی که آدم بخواد یک چیزی رو به عنوان پرچم ببره بالا که من اینجا علم و بلم. نه، من به اون ترتیب فکر نمی کنم باشه. آیا نباز وقتی فکری 12 شده حیفه. آیا به قول اسپانیا حیفه سین آخرش باید بود حیفه. یکی از چیزهایی که حیفه اینه بله شاید باید برسیم به معنای زندگی و بعد بگیم مکانی که، فضایی که این زندگی درش ساری و جاریه، اون ببینیم چقدر پاسخ به اون زندگی میده. یه دهی هست، ده هم اسمش نیم، کوچکتری دهه، واحهی هست کوچکتری. قدر برای تو عزیزم گفتم که به تریکی بزنن یه جوری که بدن بشنم. این واحه 40 تا خانه اتاق داره، همش هم مثل هم. یه 4 دیواری سنگیه، یک گنبده خشتی روشه، دیوارا حیات و نمیدونم اینا هم هیچی نداره، مال حالا هم نیست، قدیم نداشت. یه قلعه سنگی هم وسطشه، وسطی بین ایناست که اون قلعه هم رو داره بیرون میشه داره یه طورش میکنه. اما یه خاله زهرا هست از اونجا چی داره دیگه. این نکته با اون چه که تجمل، زرق و برق، جزئیات، مرحوم پیرنیا رحمت الله علیه این حرف رو به گوش خود واقعا سال 66-67 بود، گفت نکنه یه وقت تزیینات ساختمان شما رو گول بزنه ها. صحبت این بود که تو این شهرها که میره ما بیای، اون معماری فاخری که میخوایم راجبش حرف بزنیم نگه
خواهیم راجبش حرف بزنیم، نگهش داریم، چیکارش کنیم. این چه معماریه؟ ایشون برای این میگفت تزیینات، لغت از من، گولتون نزن. و من در قائن بیرجن یه خونه دیدم، پشت مسجد جامعه بود، 40 سال پیش. این خونه کاگلی بود، هیچی هم نداشت، ولی آنچه که بعدش مرحوم پیرنیا به من گوشزد کرد رو داشت. هنوزم از ذهنم بیرون نمیره. تزیینات اضافه نداشت. اصلا کاگلی بود، هیچی نداشت. خیلی مشکل با تزیینات مدرن ها اینا رو دارن دیگه. خب میخوام بگم که اینجوری وقتی بریم دنبال کار میبینیم که ممکنه یه خانه روستایی که هیچ کدام از این تزیینات، زر و زیور تو لغت بزکاری هایی که میشه رو نداره، ولی دلت براش تنگ میشه، دلت میخواد اونجا بمونی و به سلام. یک 2 در معماری امروز که هر کدام از ما فضاهای برای سکونت داریم، خیلی حال تو لغت، تو گیومه مبلمان، نه اینکه حتما مبل باشه ها، تو گیومه مبلمان خانه اینقدر کمک میکنه که تو دلت برای خونت تنگ بشه که خدا میدونه. قرار نیست خیلی چیز داشته باشی، ولی چیدمان آنچه که داری چنان با روحت سازگاره که دلت برش تنگ میشه. توش هم اختیار داری دیگه، خونته، چون دیوارات شکل گرفته. ولی آره میگم داریش، یا بهش ور میره، نهایت 2 تا دیوار این ور اون ور میکنی، اما درستی ور اون ور میکنی یا چیدمانش درستی ور اون ور چیدمان میکنی، دلت برا خونت تنگ میشه. و ای بسا خانه های بسیار بزرگی که وله مثل ماسی بریده میمونه، در حالی که با دقتی، یعنی این هنرهاست که گله هم پیوند میخوره ها، با دقتی اینا میتونه یه جوری بشه که دل دراش تنگ بشه. حتی امروز، حتی تو همین چیزی که مغشوش است، چی است، ولی میتونه. من اینو بگم، ولی حقیقتش دارم تلاش میکنم که با حوض خودمون لینک بزنم دیگه. ولی من تصورم اینه ته یه اثر معماری شما میتونی مثلا در واقع یه سرخطایی از خلاصه پروسه‌ای که اون معمار بزرگ شده رو پیدا کنی، یا حداقل اگه کسی هم نفهمه خودش میدونه، شاید حتی خودش هم ندونه، توجه نداشته باشه، باید جهت برداری کرد. من همیشه حالا منم گفتم، حالا بخش تکراری، من همیشه به بچه‌ها میگم که آقا مثلا میگم من وقتی که میخوام در واقع همین پروژه که الان شما میخواین طراحی کنین من میخوام طراحی کنم، من 12 سال مثلا تحصیلم تو اصفهان و از کنار رودخونه و پل خواجو و پل سیاسی رد شدم. شما مثلا اینجا از مثلا نمیدونم خلاصه فلان میدون تهران سوار اتوبوس شدید تو دو دم اومدین دانشکده. واقعا مثلا اگه بخوام حتی چه ناخودآگاه هم الان بگردم تو پروژه‌ای که طراحی کردم، میتونم بگم آقا اینجاش این کار میزنه خلاصه به بچگی من بازم آقای امجد این برام سواله که شما نسلتون مثلا نسل بی‌تعارف مثلا جوان 17-18 ساله نیست که فقط تو آپارتمان‌های روتینی که تبریز و اصفهان و شیراز و مشهد نداره. من فکر کنم اونو میگم شاید من نمیتونم بغل شاید خودتونم مثلا نمیدونم تو ناخودآگاهتونه. من همچنان فکر میکنم که من اگه بخوام مثلا در واقع بفرض همین موضوع شما رو بهش فکر کنم، یه جاهایی میزنه به خونه اصفهان. یعنی حتی اگه خونه مثلا ببینید، من حتی حالا تو معماری به روز هم من الان فکر کنم که بشه کار خوبشه، نه کارهای روتین را، کار خوبش میشه به تفکیک شهر رو جدا کرد. یعنی من فکر کنم مثلا دارم میگم آقا ایروانی تو شیراز یا مثلا
یه چند تا از این بچه‌ها معمار اصفهان کاری که دارن میکنن به نظر من اون تفاوت هست همچنان. مگر اینکه شما بگید نه آقا من اصلا اون بعد نامطلوب خونه مد نظرمه، نه فقط خونه. درست میگم؟ چون در مورد خانه پدریشون هم صحبت کردن که خونه یه حیاتدار بوده، 2 طبقه آره. خیلی با حوض و فلان. البته نمیشه گفت نامطلوب، شاید وجهی از یک امری که شما تا حالا یا افراد دیگری تا حالا به خاطر اینکه شاید انرژی منفی از اون بگیرن بهش پرداخت نکردن، اون پشت رو ندیدن و شاید تا حالا فکر میکردن که خب اونجا اهمیتی نداره. نمیشه گفت منفی، به هر حال منفی هم اگه باشه یک امر زیستیه که تو لحظه هایی برای اون شخص یا افرادی در اون فضاهای به خصوصی اتفاق افتاد. در نکته دوم اون موردی که شما فرمودید که یک جورایی ما بتونیم خونه ایرانی یا خونه‌ای که تو اصفهان هست یا خونه‌ای که تو تبریز هست یا هر جای داخل این مرز هست رو یه جوری نشون بدیم. من فکر میکنم که این قضیه هم به غایت مهم هست، ولی فرض بفرمایید در ارتباط با پژوهش یک قضیه ما یک بعد از اون مورد رو انتخاب میکنیم و روش کار میکنیم و اون مورد وجوه دیگری داره که همه وجوه هم مهمه و اون چیزی که شما فرمودید هم خب بسیار مهم و حائز اهمیته، ولی طرف میاد وجه دیگری از این شدن رو، وجه دیگری از این مورد رو لحاظ میکنه و بیشتر رو اون مانور میده و خودش رو نشون میده، کاراش رو نشون میده و بیشتر تو اون مورد، تو اون وجه از قضیه عمیق میشه. من این شکلی میبینم که با حفظ اون نکته‌ای که شما فرمودید و اهمیتش، ولی من فکر میکنم که تنها موردی که باید نشون داده بشه شاید نباشه، هرچند هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی اون بعد سرپناهیش الان چه بیشتر چیزی برای شما چه چیزی مهمتر بوده؟ ببینید اون چیزی که شما فرمودید از یه خونه اصفهانی، خب این برمیگرده به ساختار معماریش در اصل، درسته؟ خب نه صرفاً ولی خب در وهله اول این رو ما میگیم. بذاریم چرا نه صرفاً؟ چی؟ که در قدم اول برمیگرده به ساختار معماریش. فرق داره. بذارید بهتون بگم، ببین مثلا در واقع صرفاً ساختار معماری نیست، یعنی مثلا دارم میگم رنگ آسمون با هم فرق داره. مثلا یزد و شما با اصفهان فرق داره، پوشش گیاهی که تو خونه اصفهان هست یعنی با کالبد فقط نیست. می‌دونی چی میگم؟ آره میفهمم چی میگی. حتی رنگ هم فرق داره دیگه، یعنی مثلا رنگی مثلا کاشی یا تو اصفهان و یزد با هم فرق داره. حتی شاید من عمدتاً همین، عمدتاً مربوط به ساختارشه، ولی خب نه صرفاً شما هم یعنی آره منم به دلیل اون حساسیتی، حالا شاید اگه من غیر معمار بودم این حساسیت، یعنی اون رو رنگ آسمون، جنس بدنه اینا رو هم جزء ساختار میبینم. یا اصلا ذهن مسلم غیر مسلم شاید متوجه نشید، شاید شما که بله. ذهنتون بله دقیقاً همین رو مثلا. نه میخوام بگم اون بعد سرپناهی خونه الان بیشتر برای شما مد نظره یا اون بعد کیفیش هم هست؟ یا چه نکته یعنی مثلا میگم ما توی اصلایی که میگیم یه چند تاش هست که مثلا خونه کشیده بعد یه مثلث. خب این آیا واقعا مثلا از همون حالا یه برداشتی از خونه های شیرونی ببینید یک لحظه شما توی رویاتون یا توی ذهنتون یا توی خوابهاتون یه همچین اتفاقی بیفته و شما
در اصل نتونید که با خودتون بگید من چطور میتونم داخل این خونه بشم، آیا این خونه امنیت لازم رو داره؟ خب من یه خوابی دیدم که اون خواب داخل خونه شدم و یک کوتوله های عجوزه‌ای که بسیار هم مهربون بودن با اون معماری گوتیکی تیره رنگی که داشت اومدن جلو و خب در اصل اونا میتونستن که برای فرد دیگری شاید به غیر از من یک حس بسیار وحشتناکی رو القا کنن، ولی خب به قدری غالب اومد تیرگی و نزدیکی عناصرش تشکیل دهنده اون خونه برای من، به قدری احساس راحتی کردم تو خواب تو اون خونه که اون عجوزه ها دیگه چندان برام مهم نبودن. میخواستم که زیاد طرفشون نرم و طرفم نیام، ولی خب مشکلی هم باهاشون نداشتم. ببینید این قضایا جمیع این هاست، جمیع اینها که یک جوری پرداخت به جمیع اینها در یک کار 100% یک بعد ذهنی انتزاعی و ابستره به خودش میگیره. در اصل آقای دکتر که فرمودن ابژه های رئال رو ما میبینیم، من بازم تاکید میکنم که ساختاری که ما با اون ابژه های عینی بهش میرسیم در واقع برای من عین حضور هستی خیلی انتزاعی. یعنی یک چیزی شما میشنوید در ارتباط با مثالی که دیشب زدم، خورشیدی داریم ما توی کهکشان که 38 میلیون تا از خورشید ما درونش جا میشه. با اینکه فیزیکاله، یعنی اون موجودیت و اون خورشید، اون ابر خورشید وجود داره، ولی ما زیاد نمیتونیم که حتی متصورش هم بشیم و این شما رو در آن واحد در ساحه یک ابسترکسیون قرار میده و بیشتر از این که واقعی باشه خیلی بیشتر انتزاعی. من شخصا این وجوه از هستندگی خونه و یا محل باشیدن رو به اصطلاح بهش دوست داشتم که پرداخت کنم، نه اینکه صرفا بخوام که خونه رو به یک نحوی یا به اصرار پایگاهی برای رفع خستگی، احساس امنیت یا هر چیزی دیگری بخوام که معرفی کنم. شاید در اون موقع اصلا یه همچین کارهایی نمی بود و کارهای دیگری باید کار میشد. یعنی اگه ازت بپرسن که بعد دیدن نمایش کن خیلی خوشحالی دستون درد نکنه چی اگه بگن در یه پاراگراف خانه رو بنویسید چی می نویسید؟ ببینید همون مفهومی که مثل اصول زمین گویی که من نمیدونم، من بالا گم بر که برم، بالا دار بس که برم گم بر میتونم هیئت من بکن قوسش چی و دورش چی واقعا هم نمیشه گفت. دیدی خودم اول اصلا دادم دستتون یعنی که حس در لحظه موسیقی دانم همینه، بله. نمیتونه ازش بگی این قطعه چجوری دارم. حس هایی که شما در ارتباط با قدم زدن توی خونتون و فکر کردن به یک چیزی پیدا میکنید نمیشه توضیح داد به واقع. که من وقتی دارم فکر میکنم و راه میرم تو این اتاق دلم نمیخواد برم تو اون یکی اتاق دلم میخواد برم و اونجا یه چرخی بزنم و شاید اونجا نکته حل کننده‌ای برای من به وجود بیاد، این رو چطوری میشه توضیح داد؟ منتها در تعریفی که شما از فضا فرمودید در ارتباط با اون دوستای تبریزی به واقع اونجوریه، ولی خب یک تعریف کوچولویی به زعم خودم به ذهن من رسید از فضا که اون رو هم میتونم تعمیم بدم به خونه‌هایی که کشیدم و اونم اینه که میشه گفت خونه و فضا که با هم میشه گفت که یک چیزن در وجوه نمودی مختلف در برگیرنده ای هست که لحظه به لحظه شما رو، تطورات روحی شما رو به نرمی پذیرا میشه و اونها رو میپردازه و به این
واسطه شما رو دعوت میکنه که اون رو بپردازید. یعنی پرداختی فضایی آدم میگیره و برعکس. خب اما شما لااقل همونطور که من دارم روشتم اشتباه هم برداشت میکنم ایوز من خیر. فضا رو محصور دیدید در تعاریفی که گفتید، یعنی درون خانه رو حرف زدید. اما وقتی که مثالی که از تابلوهاتون هست بلند میگیرید و از بیرون نگاش میکنید، با توش کاری نداره. بیننده با توش کاری نداره. بیننده نه با پلان خونه کار داره، نه. بیننده خانه شما رو یک نکته بلند، یک جرم بلندی میبینه، سقف شمشیردار میبینه و خودش از بیرون داره باش مواجه میده. فضای شهر اونجا بیشتر میاد تا فضای شهر نیستا، بیرون از خونه است. ولی به نظر من میزنه. آره میبره، اما میگم بیرون از خونه است. اونی خونی هست که از یه سری خط میاد، ستایی ها که بعد پرنده در امتدادش میاد که یه خانم آقا وایسادن سر آقا. بله اون کار سلام. آره. به نظر من اون سناریویی که انگار مثلا در واقع از یه منظر شهری داره خونه رو از بیرون میبینه. نه خانه است. حالا اگر نگیم شهره، من اسمش میذارم نه خانه. خانه نیست، یه چیزی بجز خانه است، غیر خانه. ببینید بیرون است. من نمیشه که چیز کرد، یعنی گفت که خب این داخل خانه داره صحبت میکنه، نه این بیرون از خانه صحبت میکنه. نمیدونم بیرون و درون و به هر حال تعاریفی که از فضا میشه ارائه کرد به فضاهای داخلی هم کاربرد داره و بعضی وجوه تعریف فضا در داخل خانه بسیار پررنگتر و تاثیرگذارتره و بسیار انتزاعی‌تره. یعنی حتی به لحاظ وجودی از فضاهای بیرون بیشتر تاثیرگذاره و برعکسش هم هست. فضاهایی در بیرون هست که پیچیدگی و رنگ و بوی خاص خودشون رو دارن. نمیتونم بگم این داخل این بیرونه، من از این صحبت کردم، من از اون صحبت کردم، ولی میشه گفت تلاشم رو کردم که در ارتباط با پرداخت چیزهایی که فضا شاید بعضی اوقات به عنوان خونه به ما بگه قدم بردارم و شاید بیشتر مواقع هم این تأملات در خود خونه نباشه، در فضای باز باشه. آره همون جمله آخر شما، یعنی نگاه بکنیم میبینیم خیلی از جاها اومدی از بیرون داری خونه رو نگاه میکنی. بله. داخلش نیستی. حست از بیرون. ولی از بیرون داری نگاش میکنی. اون دود کشه که آقای خوابیده پاش دراز کشیده، آره زیر یه سقف شیب داره و دود زرد داره میره بالا. اون مثلا مخلوطی از همه ایناست. فضا رو تصور کردی یا بیان کردی توی دوتا سقف اینجوری، دوتا سطح اینجوری که یک میشه گفت مردی توش دراز کشید، پاش بیرون فضاست، مثلا مرد دیده نمیشه، دودکش هم داره دود زردی میده، حاکی از اینکه اون تو زندگی هست. اگه دودکش دود نداشت میگفتی سایه بونه، اما دودکشه که دود داره میگوی زندگیه، سایه بون نیست. جزء معدول رنگای کل مجموعه است. اون رنگ زردی که آره حالا من اشاره به اون یه فیلم بود راجع به هوملسانی نیویورک بود و پلیس اومده بود زال زندگی خانم مسنی رو جمع کرده بود و مقابلنشین بود. سرزمین آوارگان نمیدونم الان اسمش بله. گفت تو حق نداری، خانه منه، اگه میتونی جمع بکنی، تو چی کار داری با چیه؟ یعنی اون حسه، حالا یا اینکه میخواد بگه که
اینا هم قابل توجهن، یا خیلی عاطفیش میکنه، کارگردان میخواد عاطفی بکنه این کار رو، اینجوری دیالوگ میذاره، یا حالا ما یخته چاشنی ترجمه هم توش میذاریم. ولی میخوام بگم اون هم هیچی نداره، نه در داره، نه پیکر داره، نه دیوار داره، هیچی نداره. خانش حق نداری وارد خانه من بشی. همون نموده عینی که من زرورق بلند کرده بودم اون ساندویچم پشتش گفتم برای خود کردی؟ بله به قول آقای دکتر، نه درد داشت نه دیوار دیگه‌ای داشت. بله یه ببخشید. چیزی برای من داشت. اینجا برای من. بچه‌ها اصلا بیایم بیرون. بچه‌ها حالا به خط میکشه نمیذاره بیای تو این خط. دقیقا همون اتفاقی که نوه من 3 سالشه افتاده. وقتی که رو صندلی غذا خورش نشسته، اگه من دستمو بذارم پشت صندلیش دستمو پس میزنه. این حریمان من دستمو گذاشتم پشت صندلیش، بغلش وایسادم، دستمو گذاشتم پشت صندلیش. از دید فلسفه بخوام بگم که فضا چیه، یه جمله میگم پیش شرط بودن انسان، پیش شرط مطلق بودن انسان، یعنی هر باشندگی در جهان پیش شرطش یک فضا. ناگهان این جمله‌ای که میگم حالا هایدگر رو دادیم، اصلا تمام جنبش‌های معاصر فلسفه و بخیرشناسی با همین درک، یعنی که کل ذات تغییر ذهن انسان نسبت به مفهوم اندیشه و زیستنش با توجه به مفهوم فضا شکل میگیره تو قرن گذشته. آقای مهندس، این که نگاه شهریه یا از داخل یا از بیرونه، من میخوام اینو در پاسخ دکتر عرض کنم. اگر هم از بیرون داره نگاه میکنه، رفته داخل برگشته، این نیستش که از شهر داره نگاه میکنه، رفته اون خانه براش درونی شده، حالا اومده بیرون، از بیرون داره نگاهش میکنه، از بیرون داره میکشتش، ولی اون خانه براش درونی شده. اسم هر چیزی، اسم شهری میذاریم، اسم اصفهان و شیراز و تبریز میذاریم، ولی در خانه من چون دیشب از تبریز اومدم، هنوز تو حال هوای تبریزم، میفهمم که اون تبریزه، اون نقاشی تو تبریزه. شاید از یه محیط بیرونی نگاه بکنی بگی این خانه هم یه خانه است، نگاه معماری ببینی بگی از بیرون داره، از شهر داره خانه رو میبینه، ولی نه، این رفته توی اون خونه، برگشته بیرون، برای اون خونه رو از بیرون کشیده. حسی که به عنوان یک بیننده عام دارم میگیرم، اون خانه براش درونی شده با تمام اون توصیفاتی که حالا فرمودیم، عواطفش یا هر اتفاقی که تو اون خونه افتاده، به چشم یک مأمن ببینیم یا یک پناهگاه ببینیم، یا نه با تعریف برعکس به عنوان جایی ببینیم که اسمش خونه است. اسمش خونه است، آره. ولی اونجا شما میتپید که اونجا نباشید. یه مقدار تنه به اکسپرسیونیستا نمیزنی؟ یه کارش میکنم فریاده هست. بله مؤلفه‌های اکسپرسیونیستی، مؤلفه‌های داداییسم و اکسپرسیونیستی و اینا. ولی خب به عمد اون وقت یخته به اون شعفه ازش فاصله میگیرم. وقتی این رو فرض کنم که ایشون تنه میزنه به اکسپرسیونیستا و داداییستا و اینا، اون وقت اون شعفه قرار نیست حتما شعف باشه، احساسی هست، حالی هست، موقعیت هست. شعف اسمش نیست. شعف در ببینید کنار وحشت. عطسه کردن، بهجت اسمش نیست. در کنار وحشت. وحشت نه، بهجت. شعف در کنار وحشت. حالا بذارید خود مشاهده عطسه کردن آدم‌های مختلف داد میزنه موقع عطسه کردن. میکشد صداشو. بله دیده من عطسه کردن وجهی از شعف رو در خودش داره.
چرا؟ وجه نامشخص و معرفی نشده ای از شعف رو از هر کس تو خودش داره. این یک چیز حسی که نه میگی شعف. ببین شما میگی دقیقاً. شعف، من میگم راحت شدم. مگه ممکنه عطست بیاد و نتونی عطسه کنی؟ نگذاری عطسه کنی؟ حتی اونا که اینجا میگیرند و بیچرخن و اینا بعد رو گردنشون درد میگیره. اصلا فشه بابا ول کن. اون همون ول کردن، نه اون ول کردن پشبندش راحتی میاره. میدونم، اینو میخوام عرض کنم که همون راحتی نوعی از شعف معرفی نشده ای داره. به عقیده من در حد اون درک انتزاعیش. همین قضیه‌ای هم که شما فرمودید و من همین الان یادم رفت که چی بود، شعف افراد مختلف تعابیر مختلفی بنا به انرژی‌های درونی خودشون از شعف دارن. من اینو با خیلی مثال میزنم. کنار میگم من تو رو دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم. برای شنونده بازم قابل متر نیست، به خصوص اگه کودک باشه که هنوز ابعادی رو یاد نگرفته. اما همین فرمایش‌آلای ایشون که فلان بروز توش این نهفته است، ممکنه خودمون هم حالیمون نباشه ولی توش نهفته است. اون احساس آرامشی که تو چرت زدن هست، همچنین یکی میشینی ولو میشی سردم اینجوری بعد که بکنی خیلی خوشت داره که خیلی حاله مشعوب شدی چرفه. یعنی میشه گفت که یه جورایی گونه به گونه شدن لحظه به لحظه یه مثبت هست که میتونه زندگی رو یه جوری معنا بده و بسازه. یعنی ازدواج کردی شما؟ بدنه یه زندگی بچه هم داره. یعنی این تمرین ها رو آقا نیم ساعت